آیا می دانستید یک پودر طبیعی و ارزان که احتمالاً همین حالا در آشپزخانه شما هست، می تواند با مصرف روزانه تنها یک قاشق چایخوری، رگ‌های خونی را تمیز کرده و لخته‌ها را حل کند؟ این یعنی پیشگیری از گرفتگی شریان‌ها، جریان خون سالم و کاهش خطر مشکلات جدی قلبی بدون نیاز به دارو یا جراحی. شاید هیچ پزشکی توی مطبش در مورد این پودرها هرگز به شما نگفته. پزشکی مدرن فقط به درهای شیمیایی و روش‌های تهاجمی اکتفا می‌کنه. با افزایش سن، شریان‌ها آرام آرام با پلاک، کلسترول و لخته‌های کوچک باریک می‌شوند و حتی کارهای ساده روزانه مثل راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا انجام امور سبک، سخت و خسته کننده می‌شوند. علائمی مثل سنگینی یا سوزش پا، خستگی بعد از غذا، درد فک یا گوش و کبودی ناگهانی می توانند نشانه رگ‌های مسدود باشند. خبر خوب، 5 پودر طبیعی و علمی ثابت شده وجود دارند که می توانند گردش خون را بهبود دهند و سلامت قلب و رگ‌ها را تقویت کنند. قدرتمندترین آنها در رتبه اول حتی از همه پودرهای دیگر هم قوی‌تر است و قیمتش بسیار مناسب است. با ما همراه باشید تا با این 5 پودر معجزه‌آسا آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چگونه می‌توان آنها را به راحتی در برنامه روزانه خود استفاده کرد. شاید یکی از اینها نجات دهنده شما باشند. قبل از شروع یه نکته مهم. هر شب ساعت 10 ویدیو میذارم و ممکنه یه نکته کوچک بگم که زندگیتون رو نجات بده. پس حتما زنگوله رو روشن کنین تا هیچ ویدیو از دست نره. با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت کنید و تو کامنت ها سن، شهر و اسمتون رو بگید تا بهتر با هم در ارتباط باشیم. پودر چغندر و سلامت گردش خون. چغندر یک تقویت کننده طبیعی گردش خون است و به ویژه در افزایش سطح نیتریک اکسید بسیار مؤثر است. این مولکول به باز و انعطاف پذیر ماندن رگ‌های خونی کمک می‌کند و در این زمینه از بسیاری سبزیجات مانند اسفناج و کرفس پیشی می‌گیرد. مصرف منظم چغندر می‌تواند به بهبود جریان خون، کاهش سفتی رگ‌ها و حمایت از عملکرد سالم قلب و عروق کمک کند. اثرات آن تدریجی است و نیازمند مداومت در استفاده است. اما مطالعات علمی نشان می‌دهند که این ماده طبیعی می‌تواند نقش مهمی در سلامت عروق ایفا کند. یک مطالعه هاروارد نشان داد که چغندر سطح نیتریک اکسید را در عرض چند ساعت افزایش می‌دهد. ژورنال تغذیه گزارش داد که مصرف روزانه چغندر باعث کاهش 21% در نشانگرهای التهاب شد. مجله فشار خون نشان داد که بین مصرف آب چغندر و بهبود قابل توجه سفتی شریان‌ها در بزرگسالان مسن رابطه وجود دارد و پژوهشگران دانشگاه ویک فارست دریافتند که چغندر جریان خون به مغز را تقریباً 20% افزایش می‌دهد. نتایج واقعی که مردم تجربه می‌کنند به زودی می‌گویم، اما ابتدا باید بدانید قبل از وارد شدن چغندر به برنامه روزانه چه اتفاقی می‌افتد. سالمندان با گردش خون ضعیف، غالباً با پاهای سنگین و کشیده، پای سوزان در شب، تنگی نفس در کارهای ساده، استقامت پایین و حتی فکر مبهم به دلیل عدم رسیدن خون غنی از اکسیژن به مغز روبرو هستند. پس از استفاده مداوم، بسیاری از افراد گزارش می‌دهند که اندام‌هایشان گرمتر، گام‌هایشان سبکتر، تنفس هنگام پیاده‌روی آسان‌تر و فکرشان واضح‌تر شده و احساس انرژی که سالها تجربه نکردند دارند. برای استفاده، تنها یک قاشق چایخوری پودر چغندر را در آب گرم، آب لیمو یا اسموتی صبحگاهی مخلوط کنید. بهترین زمان 30 دقیقه قبل از پیاده‌روی یا ورزش سبک است، زیرا حرکت اثر نیتریک اکسید را تقویت می‌کند. در عرض 3 روز بسیاری دستها و پاهای گرمتری احساس می‌کنند. در 1 هفته استقامت بهبود می‌یابد و در 4 هفته جریان خون به طور قابل توجهی صافتر و قوی‌تر می‌شود. یک مزیت غیرمنتظره این است که چغندر همچنین به حافظه و وضوح ذهنی کمک می‌کند، زیرا گردش خون مغز را افزایش می‌دهد. نکته جالب این است که یک پودر طبیعی دیگر وجود دارد که در تقویت رگ‌ها حتی از چغندر هم مؤثرتر است. آیا آماده اید با آن آشنا شوید؟ 2 پودر دارچین.
دارچین به ویژه نوع اصل آن حاوی ترکیبات طبیعی است که می توانند به سلامت رگ‌های خونی کمک کنند. مطالعات نشان می دهند دارچین می تواند التهاب عروق را کاهش دهد، انعطاف پذیری دیواره رگ‌ها را حفظ کند و از تجمع پلاکت‌ها جلوگیری کند که این تجمع ممکن است جریان خون را مختل کند. استفاده منظم و مستمر از دارچین به عنوان یک مکمل غذایی طبیعی می تواند نقش حمایتی در حفظ عملکرد سالم عروق داشته باشد. با این حال، تحقیقات پشت دارچین بسیار قوی است. مطالعه‌ای در ژورنال تغذیه نشان داد که دارچین نشانگرهای کلیدی التهاب را تا 30% کاهش می‌دهد. کلینیک کلیولند گزارش داد که ترکیب فعال دارچین یعنی سینامالدهید به پشتیبانی از رفتار سالم پلاکت‌ها کمک می‌کند که برای حفظ جریان خون پایدار ضروری است. مطالعه‌ای دیگر در ژورنال قلب شناسی نشان داد که دارچین به حفظ پروفایل سالم کلسترول کمک می‌کند که به طور غیر مستقیم از انعطاف پذیری رگ‌ها در طول زمان محافظت می‌کند. سالمندان پیش از استفاده از دارچین ممکن است احساس سنگینی و سوزش در پاها، خستگی مزمن، کاهش انرژی و تمرکز کم داشته باشند. مصرف منظم پودر دارچین می تواند باعث گرمتر شدن دستها و پاها، افزایش انرژی و تمرکز بهتر شود. نحوه مصرف: نیم تا 1 قاشق چایخوری دارچین را در آب گرم، چای گیاهی، ماست یا اسموتی حل کنید. بهترین زمان 20 تا 30 دقیقه قبل از پیاده‌روی است تا گردش خون بهینه شود. بسیاری تغییرات را در چند روز تا چند هفته احساس می کنند، از جمله حرکت سبکتر و عملکرد روزانه بهتر. اثر جانبی مفید دیگر دارچین کمک به هضم و آرامش رود است. دارچین منبع قوی آنتی اکسیدان هاست و گنجاندن آن در رژیم غذایی می تواند بخشی از سبک زندگی سالم باشد. و اما ادویه‌ای که انرژی و گردش خون را به سطحی بالاتر می‌برد هنوز معرفی نشده. می‌خواهید بدانید چیست؟ قبل از ادامه، اگر از این سبک محتواها لذت می‌برید، لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندهید. و اگر مایل هستید از مسیر تولید این ویدیوها حمایت کنید، می‌توانید از گزینه سوپر فنکس استفاده کنید. این کار شما به من کمک می‌کند تا ویدیوهای مفیدتر و بیشتری برای شما بسازم. 3. پودر زنجبیل. زنجبیل فراتر از یک ادویه آشپزخانه است و خواص آن برای سلامت عروق قابل توجه است. ترکیبات فعال این ریشه می توانند التهاب را کاهش دهند، جریان خون را بهبود بخشند و انعطاف پذیری رگ‌ها را حفظ کنند. مصرف منظم زنجبیل همچنین به تعادل عملکرد پلاکت‌ها کمک می‌کند، عاملی مهم در پیشگیری از اختلالات گردش خون به ویژه در سنین بالاتر. اثرات آن تدریجی و نیازمند تداوم مصرف است، اما مطالعات علمی نشان می‌دهند که زنجبیل می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از قلب و عروق ایفا کند. مطالعه‌ای در ترومبوسیس ریسرچ نشان داد که ترکیبات زنجبیل می‌توانند فعالیت بیش از حد پلاکت‌ها را تا 28% کاهش دهند و جریان خون سالمتر را پشتیبانی کنند. پژوهش ژورنال تغذیه نشان داد که زنجبیل نشانگرهای التهابی را تا 25% کاهش می‌دهد. مرور در International Journal of Cardiology نشان داد که زنجبیل تعادل کلسترول را حمایت می‌کند و به طور غیر مستقیم به شریان‌های سالم در بزرگسالان کمک می‌کند. روند ساده: 1/2 تا 1 قاشق چایخوری پودر زنجبیل را در آب گرم، آب لیمو یا چای گیاهی مخلوط کنید. برای نتایج بهتر 20 تا 30 دقیقه قبل از پیاده‌روی مصرف کنید. پیش از مصرف زنجبیل، افراد ممکن است با کاهش جریان خون و التهاب مزمن مواجه باشند که باعث سنگینی و بی‌حسی پاها، خستگی زودرس و اختلال تمرکز می شود. استفاده منظم از پودر زنجبیل می تواند به بهبود گردش خون، افزایش انرژی، کاهش خستگی و ارتقای عملکرد روزانه کمک کند. و جالبتر این که یک ترکیب دیگر هست که اثرش روی جریان خون از زنجبیل هم فراتر می رود. می خواهید بدانید کدام است؟ 2. پودر سیر.
پودر سیر حاوی ترکیبات فعال است که می توانند التهاب عروق را کاهش داده و انعطاف پذیری دیواره رگ‌ها را حفظ کنند. این ترکیبات همچنین به تنظیم عملکرد پلاکت‌ها کمک می کنند و جریان خون را بهبود می بخشند. مصرف منظم و روزانه پودر سیر می تواند نقش مؤثری در حمایت از سلامت قلب و عروق ایفا کند و از تجمع پلاکت‌ها و اختلالات جریان خون پیشگیری کند. سیر یکی از مورد مطالعه ترین غذاهای حمایت کننده قلب در جهان است. مطالعه‌ای در جورنال آف نوتریشن نشان داد که مکمل‌های سیر نشانگرهای مرتبط با پلاک را تا 18% کاهش می‌دهند. تحقیقات کلینیک کلیولند نشان داد که ترکیب آلیسین در سیر به حفظ رفتار سالم پلاکت‌ها کمک می‌کند. متاآنالیزی در جورنال آف کلینیکال هایپرتنشن گزارش داد که سیر پیر شده انعطاف پذیری شریان‌ها و فشار خون سالم را در بزرگسالان مسن حمایت می‌کند. قبل از مصرف سیر، بسیاری از افراد با کاهش جریان خون مواجه هستند که باعث خستگی سریع، سنگینی و سردی دست و پا و کاهش وضوح ذهنی می‌شود. مصرف منظم پودر سیر می تواند گردش خون را بهبود دهد، سطح انرژی را افزایش دهد و عملکرد روزانه را راحت تر کند. این ماده همچنین به تعادل عملکرد پلاکت‌ها کمک کرده و از التهاب مزمن عروق می کاهد. نحوه مصرف: نیم تا 1 قاشق چایخوری پودر سیر را می توان در آب، سوپ، سالاد یا آب لیمو حل کرد. برای افزایش اثرات بهتر است حدود 20 تا 30 دقیقه قبل از فعالیت بدنی مصرف شود. مزایای جانبی پودر سیر شامل بهبود هضم و حمایت از باکتری‌های مفید روده است. مطالعات نشان دادند که سیر می‌تواند سطح نیتریک اکسید را افزایش دهد، عاملی کلیدی برای حفظ انعطاف پذیری و سلامت رگ‌ها. جالبتر این که یک پودر طبیعی دیگر هم وجود دارد که اثرش بر گردش خون حتی از سیر قوی تر است. می‌خواهید بدانید کدام است؟ حالا می‌رسیم به قوی ترین گزینه، پودر آمله. خشک یا پودر انگور فرنگی هندی آمله. حاوی ترکیبات فعال است که می‌توانند التهاب عروق را کاهش دهند و انعطاف پذیری دیواره رگ‌ها را حفظ کنند. مصرف منظم پودر آمله به تعادل عملکرد پلاکت‌ها کمک می‌کند و جریان خون را بهبود می‌بخشد که از تجمع پلاکت‌ها و اختلالات گردش خون پیشگیری می‌کند. مطالعات علمی اثرات پودر آمله را تایید می‌کنند. ژورنال تغذیه نشان داد که آمله نشانگرهای التهابی را کاهش داده و راحتی عروقی را بهبود می‌بخشد. Indian Journal of Pharmacology گزارش کرد که آمله از رفتار سالم پلاکت‌ها حمایت می‌کند و تعادل مناسب لخته شدن را حفظ می‌کند. European Journal of Clinical Nutrition آمله به حفظ سطح سالم کلسترول و تریگلیسیرید کمک کرده و به طور غیر مستقیم انعطاف پذیری شریان‌ها را تقویت می‌کند. برای استفاده، نیم تا 1 قاشق چایخوری پودر آمله را می‌توان در آب گرم، ماست، آب عسل یا اسموتی صبحگاهی حل کرد. مصرف 20 تا 30 دقیقه قبل از پیاده‌روی اثرات حمایت کننده آن بر گردش خون را تقویت می‌کند. اثرات پودر آمله تدریجی است. در چند روز گرمای ملایم در اندامها، در 1 هفته بهبود استقامت و در 4 هفته حرکت روزانه نرمتر و تمرکز ذهنی بهتر مشاهده می شود. آمله همچنین به تولید نیتریک اکسید کمک می کند و از تجمع پلاکت‌ها جلوگیری کرده و جریان خون صاف و سالم را حمایت می کند. مزایای جانبی پودر آمله شامل بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی بدن است، زیرا این میوه یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی ویتامین C به شمار می رود. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید، صمیمانه سپاسگزارم. لطفاً این ویدیو را لایک کنید، کامنت بگذارید و 1 عدد 1 بنویسید. همچنین آن را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید و ویدیوهای روی صفحه را هم ببینید تا هیچ نکته مهمی را از دست ندهید. و ویدیوی بعدی 1 راز مهم فاش می شود. پس از دستش ندهید. و در نهایت همه چیز را به خدا می سپارم و امیدوارم همیشه در مسیر سلامت و دانش باشید.